خب با درود به همراهان عزیزم که تا آخر این ماشین همراه من بودن. خب به سلامت تموم شد، مونده رنگش. خب کارهایی که امروز انجام دادیم، زیورای درود چراغ بستیم، بریدم و نصب کردم، آینه هاش بود، در باک و گارد عقب که درش هم متحرکه و سپر عقبش. خب اینو خوب دقت کنید. برای انتخاب یه همچین وسیله باید چوب مناسب انتخاب کنیم، چوبایی که جنگلی باشن، بشه ببریمشون. این داخلش هم دیگه فرمون و صندلی و زنده و داشبورد و فلان نه، شیشه بالکن و داشبورد تو در و فلان اینا نصب کردیم. اینم برای صندلی عقب سرنشینایی که میرن اینجا تو ترکیه، میرن توریستن با این ماشینا، میرن جنگل و میرن بیابون، جای دیدنی و لذتشو ببرن. این من دوست داشتم وقتی دیدم این چیزو اینو انجام بدم. انشالله کار بعدی من اگر حمایت هم بکنید که یک وسیله بزرگ میخوام درست کنم، البته بزرگ از نوع مینیاتوریش، اینم کمکاش که هر شار کمکش کار میکنه، خودرومون هم حرکت میکنه. خب این وسیله اسباب بازی، ولی خب با چوب و مدت‌ها من زحمت اینو کشیدم. اگر شما محبت کنید، منو حمایت کنید و لایک و کامنت یادتون نره، چون این کاری بود اولا خواستم که انتقال بدم به 4 تا مشتاق امثال شما که علاقه دارید، حالا چه ببینید چه انجام بدید، خیلی مهمه. انشالله که بتونید با 4 تا وسیله خیلی جزئی بهترین ها رو درست کنید و مسلماً سلیقه‌هاتون بعضی وقتا بهتر از من و کاراتون هم کارهای تر. این کار رو تقدیم میکنم به همه عزیزان شما. بفرمایید.